حضرت لقمان حکایه میکنن که بار مولاش گفت که لقمان گفت امسال گفت برای من جو بکار. جو. حضرت رفته در زمین کنجید پرتافتند. وقتی که حاصل شد حضرت کنجید را درآویدند و نزد مولا بردند و گفتند مولا گفتند حاصل برداشته شد. حضرت آمدن نگاه کردند مولای لقمان که خوابچه ها پر از کنجید است. گفت من بر شما نگفته بودم که برای من امسال جو کارید. حضرت لقمان گفتند من تصور کردم که اگر کنجید در زمین پرتافته شود شاید که حاصل جو شود. این مولا گفتند تو ابله بودی، تو بیعقل بودی، نخواد که کنجید در زمین پرتافته شود و حاصل جو برداشته شود. گفتند من ابله نیستم بلکه شما ابله هستید، زیرا که چگونه که شما گناه میکنید و باز دائم در زبان شما این است که من فردا وارد جنت میشوم، من هم تصور کردم که اگر کنجید پرتافته شود شاید که حاصل جو گردد.